شغال ها کیستند نمیدانم. در زیر ماشینم بمب یافتم. اکنون چی می شود؟ قانونی گرگان می گوید افتاده را بخورید. ما نمی افتیم. برای چنین عملیات پرداخت کردن لازم می شود. یا شما یا من، و یا هر دویمان. شما چقدر راضی شدید که پسرتان رو بعد اینقدر سال جدایی روان کنید؟ چقدر این رو قبول کردید؟ این کسب او بود دخترم. او با جای دیپلمات طبیب شده میتوانست. دخترم اندو همان وقت شروع میگردد که ما به دنیا میآییم. من نفهمیدم. دخترم، ما علی را از خانه کودکان به فرزندی قبول کرده بودیم. در اصل پدر و مادر علی دیگر آدمانند. او به این عالم حزین بدبخت به دنیا آمد. ما برای او تنها ایستگاهی گردیدیم که او توقف کرده بود. او بسیار سیر و سفرها کرده بود و با آفریدگار بر وقت واخورد. شما مرگ رو چرا این خیلی آسان قبول میکنید؟ چون که زندگی حزین است، مرگ باشد حق است. تو حاضر فکر میکنی که آنها با کدام زبان صحبت میکردن؟ دختر نازم، آنچه که تو رو از کانادا به اینجا آورد علی رو از ما را بود. من این همه رو از کجا میفهمیدم؟ اگر به هواپیما می نشستم و پریده میرفتم. آدمان همیشه به آن جایی برمیگردند که راهشان را شروع کردند. آنها دیگر جایی برای برگشتن ندارند. همه به دور خودشان برمیگردد. اینها برای من آمدند. من آنها را رانده میتوانم اگر خواهی. در تقدیر من رفتن مقرر شده باشد. تو از کشودن قبر چرا انتظاری؟ امیدوارم که علی است. به فکرم همه چیز چگیل شده است. چی خیلی چگیل؟ فرض کردیم که در عکس علی بود. او در خدمات مخفی دولت کار میکرد. بله یافتند. تو دلیل نداری، اما تخمین میکنیم که احساساتت فریب خیر. پس چرا تو به مرگ او شبهه داری؟ طوری که خودت گفتی این احساسات است. خوب، علی رو از گورش بیرون کرده، خواهی گفت که همین طور حس میکردی. گوش کن پولاد، من به دوستانم هزارها بار گفتم و به تو هم میگویم، حیاتی این آدم اگر دروغ باشد پس مرگش نیز راست نیست. این نیک است. فرض کردیم که تو بازمانده هایش رو از گور بیرون کردی، چه خیلی معلوم میکنی که این علی است؟ این موی علی است. نظیف مادر نگاه داشته است. من میترسم که تو میتوانی ناامید شوی. دیگر هیچ چیزی نیست که مرا ناامید کردن تواند. تو اگر حق باشی و در گور علی نباشد، آن وقت من میگویم که علی در گور نیست. یعنی تمام عمر علی را خواهی جست؟ تمامی عمر نه، تا پیدا نکنم.
این را بگیر. این چیست؟ علی را پیاده خواهی جست. ماشین تقدیم کردن ممکن نیست. کدام تحفه؟ تو مگر ماشین نپرسیده بودی؟ کی خواهش کرده بودم؟ آیا وارد شده تو نگفته بودی که ماشین کجاست؟ من ماشین را با جسد در نظر داشتم. جسد را در ماشین خودت میگذاری؟ نه، من قبول کرده نمیتوانم. این نه آن چیزی است که قبول نکنی و ماشین هم نیست. این گل به تو مانند است. اوه، من شرم میکنم. انا هر دویتان سرخ شده. اکنون هر سه سرخند. سلام. ماشین دو جای دارد. یا علی یا پولاد میشیند. او چی خیلی از بمب خلاص شده است؟ نتوانستم. با خطاگی راه دادم. و اکنون هوشیار میشود. ما به راه راست میبریم. این فهمو، ولی انسانی که از بمب خلاص شده است نخواد که با آسانی به ما تومه گردد. نقشه را خوب آماده کردیم. 3 نقطه را اشاره کردیم. اگر از نقطه سیوم هم ناکام شویم خودمان به تومه تبدیل میابیم. این آدم تنها میگشته باشد. این آدم تنها میگردد. اگر از بمب خلاص شوی با 10 نفر رفتار میکنی. به خدا که من میروم. انا آنگاه از 10 نفر تو را میپراند. چون این آدمان از مرگ نمیگریزند.